بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادران محترم، خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شما الحمدلله در درس 24 در کلید 11 قرآن شناسی رسیدیم که کلید 11 قصه های دشمنای توحید می باشه. طبعا ما شما در درس های قبلی خواندیم که 5 چیزی که مربوط دشمنای توحید می شد. اولش معرفی دشمنای توحید بود، دومش صفات دشمنای توحید بود، سومش قصه های دشمنای توحید است که امشب میخوانیم و باز نتایج دشمنی با توحید در دنیا و نتایج دشمنی با توحید که در درس‌های بعدی انشاءالله میخوانیم. در قرآن عظیم الشان، بسم الله الرحمن الرحیم، در قرآن عظیم الشان درباره دشمنای توحید هم و قصه های از اونا و کارهایی که کردن مفصلا این اعمال دشمنای توحید بیان شده است و حکمتش والله اعلم همی هست که انشاءالله وقتی ما شما این قصه ها رو میخوانیم میفهمیم که دشمنای توحید چی مشکلاتی دارن و دشمنای توحید چی برنامه ها دارن و دشمنای توحید چی دسایس میسازن و چه قسم پیغمبران، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین در مقابل این دسایس از اینا چه قسم صبر کردن و چه قسم در مقابل دسایسشان برنامه ریزی کردن و چه قسم تانستن که خدا از شر از اینا نجات بدن. قصه های دشمنای توحید بسیار زیاد است. میشه ما شما من حیث به شکل مثال یک قصهش یا دوتایش بخوانیم که حداقل از او درس هایی که ما میگیریم، پندی که ما میگیریم، اندرزی که ما شما میگیریم از این برای ما این واضح شد. اصلا انسان مسلمان هر آیت قرآن که میخوانه از هر آیت قرآن درس میگیره، از هر آیت قرآن درس میگیره. من یک وقت یک تفسیر شروع کرده بودم و انشاءالله تعالی اگر الله توفیق بده در آینده ها این تفسیر نشته بکنم، دروس از قرآن عظیم الشان، یعنی ما از هر آیت قرآن عظیم الشان چی درس میگیریم و کدام درس ها رو میگیریم. اولی قصه که از قصه ابلیس است و برنامه هایش. ما شما میفهمیم که ابلیس امروز شیطان بزرگی هست که آنقدر ای در عبادت و در اطاعت مشغول بود که حتی خود از صف جنها کشیده بود و در صف ملائکه داخل کرده بود. چرا الله متعال در قسمت ابلیس میگه و کان من الجن، ای از جن بود و خلقتش هم از آتش بود، چون ملائکه از نور خلق شدن، انسان ها از خاک خلق شدن و جن ها از آتش خلق شدن. لکن این با وجود اینمی عبادتی که میکرد و خود بسیار انسان دیندار میگرفت، حتی خود در صف ملائکه داخل کرده بود. ولی در روز امتحان یکرم المرء او یهان، لکن در روز امتحان انسانی که یا مخلوقی که اخلاص داشته باشه، صداقت داشته باشه، تواضع داشته باشه و حکم الله واقعا تسلیم باشه، این باز معلوم میشه نسبت به مخلوقی که او تکبر می داشته باشه، خودخواهی می داشته باشه، ظاهرا خود دیندار میگیره لکن واقعا قلبا و فکرا و با تمام وجود خود با اخلاص به الله تسلیم نمی باشه. الله متعال در مورد
در سوره اعراف آیت 11 میگه ولقد خلقناکم، ولقد و یقینا که خلقناکم شما را ای انسان ها ما خلق کردیم، ثم صورناکم باز شما را تصویر نمودیم. خب وقتی که آدم علیه السلام خلق کرد و تصویر کرد، این به معنا هست که خلقت بشریت شروع شد و تصویر بشریت شروع شد. الله متعال میگه شما را خلق کردیم و تصویر کردیم. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، باز ما گفتیم که ای ملائکه شما سجده بکنین برای آدم علیه السلام. خب از اینجا ما و شما میفهمیم که در قسمت سجده قبل از زمان آدم علیه السلام تا زمان عیسی علیه السلام دو قسم سجده بود. یکی سجده عبادت بود و یکی سجده تحیت یا احترام بود. سجده‌ای که عبادت بود این مخصوص الله بود و سجده‌ای که به غیر الله میشد، مثلا به یک مخلوق میشد، احترام میشد، سرخم میشد برش به خاطر احترام و تحیت، این هم چون به حکم الله اگر میشد این هم در عبادت داخل میشد. ولی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم، در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در شریعت قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سجده ما و او سجده تحیت یا احترام منسوخ شد. این علما همی قسم دیگه. بناهن ما و شما یک سجده داریم که او سجده عبادت است که فقط برای الله میشه و آیات قرآن آمد که لا تسجدوا للشمس والقمر، به آفتاب و به مهتاب یا سجده نکنین. و حتی اشخاصی که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و گفتن که وقتی ما یک دوست خود ملاقات میکنیم آیا بر از او سجده بکنیم؟ اینا اما حکام فارس دیده بودن که برای رهبرای خود سجده میکردن، رکوع میکردن، خود خم میکردن. برش گفت از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردن که اینحنی له، آیا به دوست خود انحنا بکنه؟ انحنا یکی خط مستقیم است. منحنی چی میگه؟ که کمه که خم میشه، یعنی سر تا خم میکنی، چی زاویش منفرجه باشه یا قائمه باشه یا حاده باشه، یعنی چی خدا کمه که خم بکنه و یا بیخی به شکل رکوع بکنه یا به شکل سجده بکنه، این انحنا میگه. وقتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردن اینحنی له، رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا، گفت نه خیر. و در حدیث دیگه هم رسول بنان از این معلوم میشه که سجده کردن به مخلوق حتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت نه خیر. بنان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بغیر از الله به کس دیگه انحنا و سر خود خم نمیکردن و رکوع و سجده نمیکردن. و در حدیث دیگه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر سجده احترامی بود که در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم منسوخ شده، گفت اگر سجده احترامی بود من برای خانم ها میگفتم که برای شوهرایشان سجده احترام بکنن، خود خم بکنن یا انحنا بکنن. بنابراین این نیست، حتی برای خانم اجازه نیست که به شوهر خود سر خود خم بکنن، چی کم باشه، چی به شکل رکوع باشه، چی به سجده باشه، چون در این نیست. خب برای ملائکه امر الله شد و امر اطاعت از امر الله عبادت است. وقتی که الله امر کرد که کار بکنیم میکنیم، وقتی که الله گفت نکنیم نمیکنیم. پس الله متعال برای ملائکه گفت که شما سجده بکنیم برای آدم علیه السلام، همون سجده تحیت. فسجدوا الا ابلیس، پس تمام ملائکه اینا چی کردن؟ اینا سجده کردن و احترام کردن به اساس امری که از جانب الله شده بود. امر الله شد و تسلیمی خود به امر الله اینا بیان کرد.
الا ابلیس، لكن ابلیس سجده نکرد. لم یکن من الساجدین، نبود از جمله سجده کننده ها. حالا ابلیس وقتی که یک اشتباه کرد، میتونست که مثلا همین ابلیس همین اشتباهی که کرده بود میتونست بگه که مثلا از اشتباه خود یا از غلطی که کرده بود میتونست که توبه بکنه یا عذر خود پیش بکنه به بارگاه الله متعال. قال الله متعال از ابلیس سوال میکنه، قال ما منعک، الله متعال برش گفت چی چیز مانع شد تو را ای ابلیس الله تسجد اذ امرتک، که سجده نکنی وقتی که من تو را امر کردم. الله متعال ذات عادل است و الله متعال از قلب ابلیس و از تکبر ابلیس و از آنچه که ابلیس داشت آگاه بود. لکن الله متعال برای هر دشمن خود سند را برابر میکنه تا که در روز قیامت باز نگوید که در حق من ظلم شده یا مثلا بر ما وقت داده نشد یا مثلا ما میخواستم توبه بکنم یا ما همین چیز قصد نداشتم. پس الله متعال معلوم میکنه و برای ما و شما و به تمام بشریت این درس بیان میکنه تا ما درس بگیریم. الله متعال از زبان خود ابلیس بیان میکنه که عقیدش چی بود، فکرش چی بود و چرا به لعنت الله گرفتار شد. الله متعال از پیشش پرسان کرد در مقابل حضور داشت ملائکه، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چرا یا چی چیز مانع شد که سجده بکنی اذ امرتک، وقتی که من تو را امر کردم. تو باید به طرف امر من میدیدی که من بر تو امر کردم و بنده من هستی و گفته بودی که تسلیم احکام تو هستم، چی چیز مانع شد که سجده نکردی؟ قال ابلیس گفت انا خیر منه، من از او کده بهتر هستم. این انانیت میگه. انانیت چی میگه؟ خودخواهیه که بسیاری سبب کفر بسیاری از مردم میشه. همین انانیت و خودخواهی سبب کفر چی شد؟ از شیطان شد. چرا شیطان کافر شد؟ قال انا خیر منه، من از او کده بهتر هستم. خلقتنی من نار، سبب شیطان به خالق بودن الله ایمان داشت و اینجا اعتراف میکنه که خلقتنی من نار، یا الله تو مرا خلق کردی از آتش و خلقته و ای انسان آدم علیه السلام خلق کردی من طین، از گل. خاک است بالاخره باز خاک آب میشه کس میشه باز بالاخره گل تبدیل میشه، حالات مختلف. خب اینجا ما شما گفتیم از آیات قرآن وقتی که درس میگیریم بسیاری کسا سبب انا خیر منه سبب کفرش میشه. امروز مثلا بسیاری کسا هستن که در احزاب و گروه های قومی هستن. مثلا مردم پشتون در افغان ها میگن ما از تاجیک ها کده خوبتر هستیم. چرا تو پشتون از تاجیک کده خوب هستیم؟ اردوتان مخلوق الله هستیم. اینال ای پشتون به اساسی سخن خود کافر میشه. چرا خود از او دیگرها به خاطر قوم خود، به خاطر ساختمان فیزیکی خود یا به خاطر زبان خود برتریت میده. و این مشکل بعض اوقات تاجیک کافر میشه. چرا تو تاجیک والا ما تاجیک ها از پشتون ها یا از ازبک ها یا از عرب ها کده بهتر هستیم. و این قسم مثلا عرب های کافر هستن که با اساس قوم پرستی میگن که ما عرب ها هستیم و اصل چطور هستیم و چنان هستیم. حزب بحث یک حزب بود که با اساس قوم پرستی ایجاد شده بود، یک حزب کفری بود. اونا مثلا عربی که یهود بود یا عربی که نصرانی بود او رو با
عرب مسلمان مساوی فکر میکردن و او رو بهتر فکر میکردن از مسلمان موحدی که او مثلا غیر عرب بود، در حالی که در قرآن عظیم شان است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بنابراین این کسایی که قوم پرستی میکنن، پشتو و غرزنگ جور میکنن و فارسی ستم ملی و احزاب قومی و ایگه پارا جور میکنن و تاجیک و ازبک و تاجیکیزم و ازبکیزم و پشتونیزم و عربیزم و کردیزم و مثلا ترکیزم و ایگه پا، این کلی از اینا در صف شیطان داخل میشن. این درس است برای ما و شما که شیطان انا خیر منه و اینا هم شعار کل قوم پرستان همیگه است. چرا شیطان گفت؟ شیطان گفت یعنی من ساختمان من چون ما از آتش پیدا شدیم از او کده بهتر هستیم. خب چی کمال داره تو از آتش پیدا شدی؟ یک مخلوق هستی و او را هم الله از خاک پیدا کرده و هم مخلوق است. قال فهبط منها، الله متعال گفت که پایین شو از بین از اینها، از اینجا. فما یکون لك ان تتکبر فیها، برای تو شایسته نیست که تکبر بکنی در بین این ملائکه، در این حلقه پاک و مقدسی که ملائکه معصوم هستن. فخرج انک من الصاغرین، خارج شو، تو بسیار پست و ذلیل هستی. ببینید تکبر انسان چقدر ذلیل میسازش که حتی از حیوانات هم که پستر میشه. چرا؟ حیوان مطابق حکم الله کار میکنه، با وجودی که عقل نداره، با وجودی که مکلفیت نداره، لکن مطابق حاکمیت تشریع الله اما حیوان کار خود منظم میکنه. حالا این ابلیس خب دشمنیش به امرای آدم علیه السلام به اساس خودخواهی و تکبر شروع شد و هر کسی که خودخواهی و تکبر بکنه سرنوشتش مثل سرنوشت شیطان است. آن شیطان میخواه که برای دشمنی خود فرصت دیگه پیدا بکنه و الله عالم الغیب است و الله غنی هست و الله پروای کسی را نداره. قال انظرنی الى یوم یبعثون، شیطان گفت که یا الله برای من وقت بده تا روزی که اینا مبعوث میشن، یعنی تا قیامت، اقدر وقت طویل. قال انک من المنظرین، الله متعال گفت تو از جمله مهلت داده شده ها هستی، برو زندگی کن تا روز قیامت. میبین الله غنی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم 63 سال عمر داشت، اما او که حبیب الله بود، دوست الله بود، اما شیطان است که این چندین هزار سال از زمان آدم علیه السلام هم تو عمرش طویل هست و هست و هست و هست و این تا روز قیامت. اگر این دنیا ارزش می داشت یا عمر دنیا ارزش می داشت یا متاع دنیا ارزش می داشت و شیطان نمیداد، پیش الله ارزشی نداره. اینال برش گفت خلاص داره تو فرصت است، وقت است. قال شیطان گفت فبما اغویتنی، سیگوین الله متعال نقطه نقطه از سخنای دشمنای توحید بر ما و شما بیان میکنه. برای چی؟ که ما درس بگیریم، مثل شیطان واره قوم پرست و خود پرست و نجات پرست و جسم پرست نباشیم و برنامه های مثل برنامه های شیطانی نداشته باشیم و یا از برنامه های دشمنا ما را خبر میکنه تا که خود از این میکروب ها و ویروس های دشمنا چی کنیم؟ خدا وقایه بکنیم. قال فبما اغویتنی، گفت به سبب ای که مرا گمراه کردی، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، ما در راه مستقیمی که هست یعنی سر راه از اینا میشینم. اینا که میخوان به طرف راه راست برن، ما در راه از اینا میشینم، مثل که یک نفر مثلا
شما درایوری میکنید در موترتان، یک سنگ بسیار کلان میاد سر سرک مفته و مانع میشه که شما در سرک برید. شیطان گفت من این کارا میکنم، نمیمانم چون که در راه راست برم. ثم لآتینهم تنها بمی رابط استاد میشم. گفت نه، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. باز گفت من به خاطر اینا را گمراه بسازم، از روبرویشان سرشان می حمله میکنم، وسوسه ها و برنامه ها و پروگرام ها و احزاب و افکار و اندیشه های طاغوتی کلش از پیش رویشان برشان پیش میکنم و من خلفهم از پشت سرشان حمله میکنم و عن ایمانهم و از طرف راست میم سرشان حمله میکنم و عن شمائلهم و از چپشان، یعنی از چندین طرف سر از این یا سر آدم و اولادی از اینا حمله میکنم و چون برنامه های ما بسیار خطرناک است و از هر جهت سر از اینا حمله میکنم ولا تجدو اکثرهم شاکرین. باز اکثریت از اینا را سپاسگزار شکرگزار نمیافی که شکر تو را بکنه، نافرمانی میکنه، حکم تو را تطبیق نمیکنه، ایواز قانون و شریعت تو دموکراسی و سوسیالیسم و کمونیسم و هتلریسم و داروینیسم و سکولاریسم این چیزها را تطبیق میکنن. ایواز نماز و طاعت و عبادت به رقص و ساطری، ایواز حجاب به سرلوچی، ایواز تطبیق اسلام ضد اسلام کار میکنن. دیگه از این خاطر اکثریت از اینا رو ناسپاس بیان میکنن. الله متعال ذات قوی هست و ذات عادل هست و ذات غنی هست، غنی عن العالمین. اگر کل دنیا کافر شود یک ذره در ربوبیت الله چیز تأثیری نمیکنه و اگر کل مخلوقات مؤمن شوند هیچ چیزی در ربوبیت و در الوهیت الله متعال کم و زیاد نمیشه. الله نه به عبادت کس نیاز داره، ما هستیم محتاج، ما هستیم نیازمند، ما هستیم که ضرورت داریم که به الله عبادت بکنیم. چون ما نیاز داریم که به جنت بریم، چون ما نیاز داریم که از آتش دوزخ نجات پیدا بکنیم، چون ما بنده هستیم، محتاج هستیم، نیاز داریم که کسی امرای ما مدد و کمک بکنن. ما نیاز داریم که به ذات رزاق که برای ما رزق روزی بده، ما نیاز داریم به ذات شافی که مرض ما را شفا بده، ما نیاز داریم به عقیده توحید، ما نیاز داریم به عبادت و اطاعت الله. الله غنی هست. الله متعال برش گفت که گفت اخرج، قال خرج منها مذءوما مدحورا. گفت برو تو خارج شو از اینجا. مذءوما مدحورا یعنی بسیار خوار و ذلیل. ذلیل هستی، خوار هستی. لمن تبعک منهم، آل اختار الهی رو میگی برش اختار میده که تو خال برنامه داری، دسیسه داری، پروگرام داری، همه چیز سیستمایی که جور کردی. لمن تبعک منهم، هر کسی که متابعت کرد از این انسان ها از تو، لأملأن جهنم. الله متعال گفت که لأملأن، سیکو املأ فعل مضارع هست، سه توکید دیگه آمده، لام یک نون دیگه نون، در زبان عربی توسط حرف ها توکید میشه. لأملأن حتما 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 پر میکنم جهنم منکم اجمعین، از تمام شما. الله متعال هدایت میفرسته 1,24,000 کم پیش پیغمبران و به میلیون ها میلیون دعوتگر خدمتگار قرآن و سنت الله متعال برای انسان ها میفرسته با کتابی که نور است، روشنی است، هدایت است. و در مقابل از او برنامه ها و دسته های شیطانی هست. الله متعال گفت که اگر کسی باز از تو متابعت کرد از جمله از این انسان ها، باز ما جهنم
از تو از پیروای تو اجمعین از تمامتان پر میکنم. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، الله متعال که آدم برو سکونت و خودت به همراه همسرت در جنت، فکلا من حیث شئتما، باز اردویتان بخورین از جنت. در جنت به هزاران هزار قسم میوه ها، نعمت ها، باغ ها، جویبار ها، از کل اینجا بخورین. ولا تقرب هذه الشجره، فقط از این یک درخت نخورین. امتحان. انسان همیشه در هر لحظه زندگی خود در امتحان است. اگر پیغمبر است، اگر نبی هست، نبیین، صدیقین است، اگر شهدا هست، اگر صالحین است، اگر اولیاء الله است، اگر خانم هاست، اگر مرد هاست، اگر جوان هاست، دختر هاست، پسر هاست، در هر لحظه انسان در امتحان الهی هست. فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشین، فتکونا من الظالمین، باز شما از جمله ظالمان میشین. آل شیطان چی عادت داره؟ شیطان خود برنامه ریزی داره و الله ما و شما را از برنامه هایش خبر کرده. فوسوس لهم الشیطان، پس شیطان آمد بر از اینا وسوسه را شروع کرده. آستا صداشان وسوسه میکنه که این خوب است، این میوه را بخوری فایده میکنه، از این میوه بخوری ایقا فایده میکنی، باز تو دائم در اینجا این باشی. ببین برنامه های شیطان است که وسوسه یکی از برنامه های شیطانی است. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تا برشان آشکار بسازن او چیزی که از شرمگاه از اینا پوشیده هست، عورت‌های از اینا پوشیده، چون این لباس جنت دارن، بسیار با سطر هستن. شیطان چی میخواه؟ میخواه که انسان امی سطرش دور شود، امی لباس سطر ازی دور شود. از این خاطر اکثر شما دیده باشین که شیطان‌های انسانی و جنی دشمن سرسخت حجاب هستن، دشمن سرسخت سطر عورت هستن و به نام آزادی و به نام دموکراسی و به نام این کوشششان همی است که چه قسم حجاب خانم ها را و عورت مرد ها را می سطرشان را دور بکنه. چرا؟ چون یا شاگردای شیطان ابلیس هستن و ابلیس هم امی کار کرد و خواست که آدم و حوا امی از این درخت که بخوره فورا لباس های جنتشان چی میشه؟ از جسمشان دور میشه و اینا بی سطر میشه. و قال، و امی شیطان گفت که ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. ببینید جنگ دو قسم است. یکی جنگ فیزیکی هست که یک نفر با بوکس دندان یک کسی میزنه، با تفنگ، با سلاح و راکت میجنگه. و یکی جنگ فکری هست. این جنگ فکری چی هست؟ که بسیاری کسایی که میفهمه که زور ما به جنگ فیزیکی نمیرسه، باز از در لباس دوست، در لباس نصیحتگر چی میکنه؟ دشمنی خود برای از بین بردن یک مؤمن و داخل کردن از او در معصیت الله به کار میبره. اولین مؤسس جنگ فکری کی است اینجا؟ شیطان است، همین ابلیس است. ابلیس عالمه پیش آدم علیه السلام اونجا خود گفت به الله متعال که من میخوایم که اینها را گمراه بسازم، در راه راست از اینا استاد میشم، از راست، از چپ، از پیشرو، از عقب سر از اینا حمله میکنم. لیکن اینجا جنگ فکری میکنه در لباس دوست برای آدم علیه السلام و بی حوا علیه السلام. چی میگه؟ ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین، شما را منع نکرده ربتان از این درخت
مگر ای که شما تو ملائکه شوید. یعنی شما اگر زمین درخت ممنوعه بخورین، شما به ملائکه، اونجا خادم علیه السلام ملائکه را میبینن که چه شخصیت های عالی هستن و چقدر معصوم هستن و چقدر زیبا هستن و چقدر مطیع امر الله هستن. آل شیطان میاد بر از میگه که شما را گفته که از این درخت نخورین به خاطر ازی که ملائکه نشین، او تکون من الخالدین، یا شما را منع کرده به خاطر از این درخت که اگر از این درخت بخورین شما باز همیش دائمی در جنت میباشین. میبینید این جنگ فکری را و سکوت ملائکه شوین همیشه باشین و قاسمهما، این هم جنگ فکری است. و قاسمهما و قسم و سوگند یاد میکنه برای آدم و حوا علیهم السلام، اینی لکما لمن الناصحین، بشار میگه که من برای شما از جمله نصیحتگرا هستم. اینا کسایی که برنامه های شیطان میفهمن و جنگ فکری شیطان میفهمن، از جنگ های فکری شیطان ها، چی شیطان انسی باشه یا جنی باشه، متأثر نمیشن. اما اگر خبر نداشت از جنگ فکریشن، تحت تاثیر از اینا میرن. اینال جنگ فکری را که ابلیس شروع کرد تا روز قیامت، ام ابلیس و ام پیروای ابلیس، چی از انسان ها باشه چی از جن ها باشه، امی جنگ فکری رو میکنن. اکثرا کافرها را که ببینین وقتی که در یک کشور میرن، اصلا میرن برای ویرانی از او، لکن نامش میمان استعمار، ما آمدیم برای آبادی، ریکنسترکشن، ما آمدیم کشور شما را آباد میکنیم. به لباس معلم میاین، ما آمدیم بر شما در لباس استاد پانتون میاین، ما میخوایم بر شما تعلیم، ایژوکیشن، تعلیم و تربیه بدیم. در لباس دکتر میاین، در لباس کمک های انسانی میاین. الحلیب و تحت الصلیب، یک وقت در افریقا میرفتن قطیگک های شیر بود، ایره چی میگن؟ زیر صلیب. الحلیب میفتن، شیر زیر صلیب. هر کس که شیر میده بیای صلیب نصرانی شود، برش غذا میتیم. مردم بیچاره فقیر به یک ذره شیر نیاز داشتن. یا شفاخانه بود و شفاخانه داخل میشد و برش میگفت که اگر میخوایی که تداوی شوی، معالجه شوی، بیر نصرانی شد. و یکی که مثلا امروز بسیاری وقتی که کسای مهاجر میشن، بر از اینا جنگ فکری میکنن. بیا این بیچاره خبر نداره، اونجا برایش در محکمه خود بر از او چی میکنه؟ قسم میته که تو قسم بخور به مو دینه که هستی، به مو خالقی که تو ایمان داری و کتابی که تو ایمان داری. دستش سر قرآن میمانه که تو قسم بخور که من اینمی حکم و حاکمیت طاغوت قبول دارم و او ما بر تو باز نشنالیتی میتیم و ما بر تو تابعیت میتیم و این بیچاره با اینمی قسم خود میره و داوتی یک خطر بزرگ کفر ایره مبتلا میکنه. و به می قسم بعضی اوقات بعضی از کشیشا میرن در سر کسایی که میرن اونجا که قبول نمیشن، باز اونا میگن که اگر تو بیایی کلیسا برای تو شفاعت میکنه و از طریق کلیسا میتونی که چی کنی، باز در تو ما میخوایم که باز تو را در جمله امو مهاجری رو در کارت مهاجری نگه ما کتت کمک بکنیم. به شکلی از اشکال میخواه که از این مسلمان همین ایمان و عقیده شده بگیرن. این جنگ فکری است که همیشه دشمنای اسلام بسیار چیز است. من تقریبا چندین درسی درباره جنگ فکری داشتم و چند درس دادم درس‌های دیگه چند مسلمان که به شکلی از اشکال میخواه که چی کنن؟ انسان مسلمان از دین بکشه و با کفر داخل بکنه و این برنامه ابلیس است که اولین برنامه جنگ فکری خطرناک و قاسمهما آمد برای اردویشون قسم میکرد که اینی لکما لمن الناصحین، ما بر شما نصیحتگر هستیم. امروز هم این قسم میگه که ما خیرخواه شما هستیم. اینا که هستن مسلمان ها را به نام تروریست هستن، مسلمان ها میگن این تروریست است، این مسلمان ها میگن این خوارج است، این مسلمان که هست، این وهابی هست، این مسلمان که هست، این فاندامنتالیست است، دنیاگرا هست، و این مسلمان که هست افراطی هست.
سعی کنید نام‌های رنگارنگ از سر مسلمانی که پیرو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، سر از این رنگارنگ نام‌ها را میمانند تا که چی کنن؟ ما که هستیم اگر ایش شکل کنی، اگر حجاب خانمتان دور بکنین، اگر از قرآن دوری بکنی، اگر شراب بخوری باز تو معتدل میشی و آدم خوب میشی. این یک مسلمان یا یک دین دیگه جور کردن که به نام وسطیت و به نام عزیز. حتی یک وقتی کتاب نوشته شده بود اسلام امریکایی. اسلام امریکایی چی مانه؟ یعنی تو مسلمانه که بس تو که به فکر امریکایی مسلمان باشه که نه دو جهاد باشه دو اسلام، نه دو حجاب باشه، نه دو حیا باشه، نه دو ریش باشه، نه دو مثلا فقط هم یگان نماز بری بخوانی و یگان حج بری و همونطور از داخل خانی و نه اونجا چیزی از شریعت الله و تطبیق شریعت الله و حکم الله و حاکمیت الله و گپا هیچ نباشه. این کلش چی هست؟ این کلش وسایل جنگ فکری هست و یا بدنام ساختن علمای اسلام که میفهمن که مثلا فلانی عالم است، اول برش پیشکش میکنن که بیا تو عالم هستی، اینی موتر برات میتون یک تعدادم از همین طریق طمع یک تعداد موتر برش میتن، یک موتر 40-50 هزار دلار را که برش داد. بعضی از علما را این قسم میخرن، بعضی کس علمای دیگر برش ماشتین میکنن، پیسه میتن، بعضی علمای دیگر از طریق چوکی و قدرت و گپا اینا را تحت تاثیر خود میارن. کلش وسایل جنگ فکری است و بعضی شک اگه نشد باز بندیت میکنن، بالاخره تهدید به مرگ میکنن و همین قسم میکنن و بعضی از علما را چی میکنن؟ بدنام میسازن. این تروریست است، این افراطی هست، این خوارج است، این وهابی هست. این اصطلاحاتی هست که حتی در جنگ فکری در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بسیط رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم این صابی هست، این از دین پدرای خود چی کردن منحرف شده، این مجنون است، این ساحر است. آل اما کلمات جنگ فکری سابق آل تغییر کرده، کلمات عصری شدن، اکستریمیست، تروریست، فاندامنتالیست، کلمات انگلیسی است. بازیارا کلش ترجمه میکنن به زبانهای دری و پشتو و تاجیکی و دیگر زبانهای ازبکی و ترا و در بین مردم منتشر میسازن. اینال قرآن شناسی اینی فایدهش هست که انسان مسلمان میفهمه که ابلیس چه قسم آدم علیه السلام و بیبی حوا را با اینی گپای خود و با این جنگ فکری فریب داد. و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین. انشاءالله اینمی یک قصه های زیادی از دشمنای توحید در قرآن عظیم شان است که سر هر قصه ازی که انسان استاد شده ساعتها برای انسان درس است و شما کوشش بکنید که هر قصه که میخواین این خوب هم دقیق با امروز تو نیست که مثلا یک قصه را میخواین که قصه آدم علیه السلام بود برو دیگه مثلا یک حکایت و قصه بخوام خلاص. این برای قرآن قصه برای چی هست؟ قصه برای بیدار ساختن است. یکی قصه های مادر کلان است، مادر کلان قصه میکنه که نواسیش خواب ببرن. یکی قصه قرآن است که جوانی که خواب از سور بیدار بسازه. پس این قصه های قرآن که هست، این حکایت های الف لیله و لیله، داستان های 1001 شب نیست که آدم خواب ببره، بلکه این قصه های است که واقعیت های است که الله متعال در هر قصه قرآنی برای ما و شما درسی داده که امروز به خاطر ساختن فکر خود و اندیشه خود و ایمان خود از او استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.